این خانم البته داره که میتونید با یخ و پودر ژله یخ بهش درست کنید. ما هم که تو این گرمای تابستون آمادیم تا هر اقدامی رو انجام بدیم. خب برای درست کردنش نیاز دارید به یخ، پودر ژله، آب و این دستگاه گول پیکر. Let's go. اینو میاریم، یخا رو آروم میریزیم. آب نه پودر ژله رو باز میکنیم. بلوبری آب و عدسه رو میذارید. A few moments later. تمام. لیوانای سرب میریزید. بریز دیگه. واقعا شوق انجامش میدید. با داداشتون درست میکنید و کیفش میکنید. تمامش هم الان بهتون میگم. خیلی خوبه. فقط تنها مشکلی که بچه‌ها داره کم مثل قهوه، خاک قهوه یکم بفهمید. اما که تا اینجا ویدیو با ما بودید، خداحافظ تا یک دیگه.